عریضم به خدمت با سعادت شما حتما در جریان جنجال این جشن تولد آقای اینشین که خیلی ها رو روانه زندان کرد و آبروی خیلی ها رو برد قرار داریم. البته چون الان طرف قانون داره بیش رسیدگی میکنه دیگه به ما ربطی نداره و ما اجازه نداریم در موردش حرف بزنیم. مطیع قانونیم، با قانون باید در موردش حرف بزنه و نتیجه گیری کنه. ولی در این میان من فقط و فقط دلم برای یه نفر میسوزه و ناراحت یک نفر هستم. نه اینکه دلم بسوزه، ناراحت آقای پارسا پیروزفر، همین عکسی که شما میبینین و همتون میشناسینش، معرف حضور همه هست. انسان شریف، اخلاق مدار، انسان مدار، هنرمند، نقاش، بازیگر، تهیه کننده، کارگردان، ساکن آلمان و ایران، یک انسان به تمام معنا، یک انسان ساخته و پرداخته شده که با بازی در چشم باد من ایشون رو شناختم، ساخته مسعود جعفری جوزانی، و عاشق بازی ایشون شدم و بعداً فهمیدم که چقدر این انسان بدور از حاشیه‌ایه، چقدر انسان فروتن و نجیبیه، چقدر این فرشته است و خوبه. ولی دریغ که ما ایرانی های مثل میزنیم، میگیم با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. آقای پارسا پیروزفر، شما چرا با یک جوان 28 ساله، کسی که 28 سالگی میشینه مشروب میخوره، شما که نباید با این سر کله سفیدتون بیان برین با یه آدم در پیتی بشینین. شما با هر کس نباید بشینین. اگه من تو خیابون با یه آدم معتاد راه برم، من عامی میگن معتاده. اگه با یه آدم دوز راه برم میگن دزده. اگه با یه آدم زنباره راه برم میگن زنباره است. در مورد من میگن شما که جای خود داری، شما که نسبت به من در عرش اعلی قرار داری، نسبت به خیلی ها در عرش اعلی قرار داری، شما چرا باید با همچین آدمی در پیتی بشینی و خودتو از آبرو بندازی؟ عزیزی دل،